یادم 2-3 سال پیش یه جا تو خیابون بودم، خفتم کردن. تو خفتگیر بودن اومدن چاقو در آورد. ما هم حقیقتش گردنم مو باریکتر ترسیدیم، هرچی داشتیم خالی کردیم، گفتیم ما بفهم. 1 سال بعدش من یه دوستی داشتم، ما یه وسیله‌ای داشتیم، یه بار متوجه شدیم که این آقا کف رفته، یه جورایی کش رفته این وسیله رو. فهمیدیم ولی چیزی هم نگفتیم دیگه. بعد که به خودش گفتیم آره فلانی وسیلمون نیست، گفت که یعنی چی؟ کجا بودی؟ حتما یکی ازت برداشته. خیلی آتیش گرفتم خدایی. ببین سر اون خفتگیریه زیاد بهم فشار نیومد. چرا؟ خفتگیر بود دیگه، زورش زیاد بود گرفت رفت. ولی این نه، این دوست بود. این هنوز یادمه چقدر خفت کشیدم سرش. داشتم به این فکر میکردم داستان مملکت هم همین جوریه دیگه. یه موقع یه بیگانه میاد مال اموال مملکتت میزنه تو گوشش، میبره به زور، گردنش کلفت. آدم یه قصه‌ای میخوره، بعدم میگه با آدمش که هم خودمون رو ناکار نکرد، حالا برد دیگه. یه موقع است نه، یه اختلاسی صورت میگیره. اختلاس داستانش فرق میکنه. اختلاس کار بیگانه نیست، از داخل خودیه. اون خودیه فشار میاره. آره خواستم بگم که چی، ما میفهمیم اینا رو، عادی شده برامون، درست، ولی خدایی بهمون فشار میاره. ببرید نوش جونتون بخورید، ولی خرفرز کردن ما یه مقداری آره اذیتمون میکنه. با گردن گلفتی ببرید و زور ببرید، همچین بگی داره تونستم بردم نوش جونم، اونجوری یه ذره شاید حسمش برای ما راحت‌تر بشه. درود بر شما.